یک جوان پشتون به نام عزیز پولاد 4 سال عمر خود صرف کرد تا اینکه از تاریخچه زبان خود و از قدامت زبان خود بتواند دفاع کنه و امو تاریخچه زبان پشتو و قدامت زبان پشتو را به دنیا به معرفی بگیره. ولی جوانای از زبان ما و از تبار ما عمر خود از صرف نفرت پراگنی کرده رایستند که نفرت ها را در مقابل زبان دری و دری زبان ها یا تاجیک های افغانستان بیشتر بسازند. بیاین یک ذره یاد بگیرین، بیاین یک ذره شرم کنین، با زبانتان کار کنین، با هویتتان کار کنین، با تاریخچه تان کار کنین. اینه که یک تاریخچه را پس بزن و از خود جهلکاری کو و گای شاهنامه فردوسی را کش کو، گای کولابی های تاجکستان را کش کو. ما از این هستم، ما از آن هستم. آیا کدام روز پاکستانی گفته که ما هندی هستیم؟ اونا هم از دامن هندوستان جدا شدن. آیا بنگلادیشا کدام روز گفته که ما هندی هستیم؟ اونا هم از دامن هندوستان جدا شدن. یا نپالش، او هم از دامن هندوستان جدا شده. ولی امروزی که خراسان وجود نداره، پارس وجود نداره، پارس یک پارس است که ایران از فارسی. ما چرا همیشه کوشش میکنیم که عنعنات و فرهنگ و کلچر خود با این بیهویت ها یک جای بسازیم؟ ایران چی داره که ما خود ایرانی مینامیم؟ از خاطر سیغش آیا همی افتخار است؟ یا تاجیکستان چی داره؟ هر هنرمند افغان که سر بالا میکنه هنرمند میشه، بیا که بریم یک ویدیو در تاجیکستان جور کنیم چرا دخترای تاجیکی رو برقصانیم. آیا همین جای افتخار است؟ اگر به این به شما افتخار است، لعنت به ایت افتخار، با خدا جای شرم است. چی ایران و تاجیکستان افتخار داره که شما پشت از امو میدوین؟ یا ایست که راکت های دوربرد و این و آن ایران جور کرده؟ این جای افتخار است؟ این ضد بشریت است. این به خاطر سرنگونی و بربادی بشریت جور کرده رایستن. اگر او رقم از خب بیاین دست به دست هم بدین که افغانستان هم صاحب از همین چیزا شود. ولی که نه، یک انسان بیهویت و لچک بیادر به نام مچم چطورکایی است که خدا را شکنوار تاجک آفریدی صدقه خودم شوم. این میگه پای لاو بالی و چتیات و لعنت و خب پدرای از اینا خائن، وطن فروش، جاسوس، غدار بودن که فرزندایشان هم امروز هم رقم برآمده. لعنت به چیز وطن فروش است.